این تیر رو با چه منوال انجام دادیم و سعی میکنیم ویدیو کوتاه‌تر شه که از حوصله‌ام خارج نباشه. به این منوال بود که ما یک سطحی پیدا کردیم، بذار توی تریدینگ ویو بیارم. ما اینجا سطوح مشخص کرده بودیم توی تایم 1 ساعته. سطح داشتیم، اینجا گره پیوت داشتیم، یک بار دو بار سوم به این گره بود در حال حرکت به سمت پایین دیدیمش. اومدیم تا 5 دقیقه تریگر لاینمون رو رسم کردیم، گره‌مون رو پیدا کردیم، تو برگشت به گره شکست وارد شدیم تا کجا؟ تا پایین این ناحیه. تریگر لاینمون تو RSI هم شکست، منتظر برگشت بودیم به سطحمون، برگشت انجام شد، قاعدتاً وارد شد. خب بعد دیگه حالا منتظر بمونیم که تارگتمون زده بشه یا استاپمون خورده بشه. طبق قاعدمون 5 پپ استاپ لاس تعیین کردیم، 2 پپ هم به قول معروف اسپریدمون هستش و 12 پپ هم تارگتمون هست که تقریبا اینجا میشه، یه خورده این پایین تر. تارگتمون حالا 10 پپ هم باشه بازم مشکل نداره، چون 2 پپ هم همین هولو بوشا میشه. 1.9 قدم هم اسپرد داریم و منتظر میشیم دیگه ببینیم به چه منوال اوضاع خواهد چرخید. تقریبا توی 5 دقیقه که میاد ترید میکنید میشه دیگه اسکلپ. دیگه اسکلپ کردن این خورده کار سختیه. این ناحیه بود برگردون به ناحیه‌مون، شکستشو پیش بینی میکردیم و توی تایم پایین تر ترید کردن این خورده ریسکش بالاست، چون باید خیلی سریع واکنششون بدید، پیدا کنید، فول بک ها رو شناسایی کنید، گره ها رو شناسایی کنید و تریدتون رو انجام بدید. خورده سخت. حالا کسایی که حالا خواهن ترید رو شروع کنن یا اول راه هستن یا وسط های راه هستن، هنوز به اون اطمینان از خودشون نرسیدن یا دستشون راه نیفتاده، خواهشن تایم‌های بالا شروع فعالیت کنن. توی به قول معروف تایم‌های بالاتر نوسان پایین‌تر، نویزها پایین‌تر، زمان تصمیم گیریتون قاعدتاً بهتر خواهد بود و این باعث میشه که اعتماد به نفستون کم کم بالا بره و بتونید که توی تایم‌های پایین‌تر هم ترید کنید. حالا واسه با تایم هر کس متفاوته دیگه. یکی مثلا من تایم نداره، تایم پایین کار میکنه، حالا اون ریسک و ریواردشو میگیره و از بازار خدافظی میکنه. ولی تایم‌ها بالاتر اطمینان بخشی بیشتر. این صد اگه نگاه کنید صد بسیار مهمیه، بالای 3 بار واکنش داشته تا قبل که تارگت رو گذاشتیم، چون اینجا اینگولف شده، دوباره اینگولف شده، برگشته بالا، انتظار داریم که شکسته بشه ولی ما رو شکستش کار نداریم. تارگتمون رو میگیریم میزنیم به چاکی بازی. چند به حرکت کرد؟ 6 به حرکت کرد، 30 تا داد، 12 تا حرکت کنه 60 تا. خب من قرار بود 100 خورده تارگت بگیرم، چرا؟ ما 35 رو زدیم، یه 2% حساب کردیم، ما 132 تا میزدیم، به خاطر همون زد یک باز. این سری ریسک ریواردم 1-2 شد، نداره. 2% هم 2%. میگم که خورده تایم‌های پایین به خاطر این میگم که تا به تصمیم گیری کنید یه جا اشتباه میکنید، یه چیز میکنید که من باید به محض این برگشت این کنده شاید 30 ثانیه هم طول نکشید که اینجا رسید و برگشت به سمت پایین. یعنی 30 ثانیه مهلت داشتم من برسم و به قول معروف لات تعیین کنم، ریسک و ریوارد تعیین کنم، تریدم رو انجام بدم. به خاطر میگم تایم پایین یه خورده سخت‌تره، واقعا سخت‌تره. شاید تو تایم بالا مثلا تو 15 دقیقه این باشه، شما حداقل 3 تا کندل 5 دقیقه تایم داری که این بیاد پول بک انجام بده و برگرده به سمت بالش. یک به یک اون رو رد کرد، الان میتونیم فریز کنیم ولی چون تایم پایینه دیگه این کار انجام نمیدیم، منتظر میشیم تارگت هم خورده بشه و از بازی لفت بدیم بریم سراغ ترید بعدیمون.
حالا که تیر بعدی امروز انجام دادم حتما واسهتون میذارم. یه امروز جمعه است. حالا یه سری‌ها اعتقاد دارن که جمعه نباید تریت کرد، چون بازار وحشیه، داستانای خاص خودش. نه برادر، این خبر نیست. اگه بدون این نقشه بازار توی چه خبره متوجه میشه که الان باز اینجا یه سطح داشتیم داره به این سطح واکنششون میده. حالا چون من از حساب سنتی دارم استفاده میکنم، حالا بعضی اسپریت به این وضعه، اگر نه از حساب ECN استفاده کنید، ECN استفاده کنید دیگه انقدر واید شدن اسپریت رو نداریم، مثل این قضیه های رو نداریم. الان FTC اینجا داره واکنششون میده، داره سعی میکنه FTC رو رد کنه. اگه رد نکنه ما مجبوریم پوزیشن رو ببندیم، برگشتی ازش ندیدیم. اگه تو این 14 ثانیه اتفاقی نیفته، آقای خیابانی سلام. قاعدتا کسایی که الان دارن ترید من نگاه میکنن الان بیدار هستن. سطح اصلیمون اینجاست، با امید حرکت شارپ. اینترنت قطع شد، چی شد؟ کندل بعدی چی شد؟ کندل بعدی در حال بازی کردن. در حال بایش سمت بالا. این گره اینجا داریم، این سطح اینجا داریم که شکسته شده، منتظر واکنش هستیم. تایم بالاتر چک میکنیم ببینیم که کندل کمی تایم بالاتره. شاید دوباره برگرده اینجاها رو ببینه بعد بریزه، شاید هم همین کندل تارگت ما رو بده بعد بره بریزه. اینجا ساعت داریم، اوپن کلوزش خواهد واکنششون بده، حواسمون رو باید جمع کنیم که حسابمون زده نشه. حالا باید ببینیم که چه واکنشی خواهد داد این بازیکن. کندل 15 دقیقه شروع شده، گره مهمیه، نتونست رد کنه، تلاش فشار میاره ولی اونجا انگار یک دیدگاهی وجود داره، تلاش ها ادامه داره. شاید اگه برگشت بالا ما باز وارد خواهیم شد. یک لات دیگر FTC جوابی بود، داره برمیگردونه، قیمت به سمت بالا پرتاب میکنه. شاید صبحمونم بزن از بالاتر برگرده، ولی چون کندلش اگه تو این تک کندل بله دوباره برمیگرد به همون FTC، به همون گره ما، دوباره ما یک لات دیگر وارد میشیم، اشتباهمون جبران میکنیم، دوباره وارد میشیم. اگه نه همینجا و این سطح گره شکست واکنشون ولی که دیگه باش کار رو نداریم و منتظر خوردن تارگتمون میشیم. و اینجا این شکست اتفاق افتاده دیگه، این گره بوده، گره شکستمون اتفاق افتاده. حالا اگه برگشت وسط گره ما با بازی خدافظی میکنیم، یه لات دیگه وارد میشیم. حس میکنم همینجا قراره برگرده به سمت پایین. RSI که اینجوری میگه، حالا RSI مو زیر 5 روند سعودی و متصور نیستیم. یه دقیقه دیگه تکلیفش مشخص میشه. پول بک شبیه کندل پول بکی داره انجام میشه، شبیه یک همر. تا یه دقیقه دیگه مشخص میشه، کندل یه دقیقه همه چی رو به هم میریزن.
این کندلا یه دقیقه تو 5 دقیقه خیلی بازی رو عوض میکنه. معمولا یه دقیقه آخر همه چی به هم میرسه. یه دقیقه آخر اون پوزیشنت نگه میدارن، بعد تو یه دقیقه تمام پوزیشن و تمام تصورات تو در هم میپیچه. ذات بازار گول زننده است. یه دقیقه آخر شروع شد، این دو سرعت در حال تست کردن. اگه تو کندل بعدی بخواد به سطح ما برسه وارد خواهیم شد با اون شادویی که مارک کرده. مشخص شده جایی که آقازاده ها میخوام وارد شن رو گیرمون مشخص کرده تا این پایین. جون نداشت، نه بر نخواهد گشت، شایدم در خواهد گشت، همه بنگستون نشده. تو ثانیه آنی بازار تقریبا شادوش بلند 50% تقریبا میشه. اندازه بگیریم خود کندل 5 پپه، شادوش 3 پپه، تقریبا 50%. همون چشمی مشخصه 50%. کندل دوم شاید بتونه با یک حرکت جامپ مانند به سطحمون برسه. RSI داره پول بک رو نشون میده به 150 مون. قاعدتا 50% RSI واسه ما مهمه چون روند نزولی رو نشون میده. ببینیم که اجازه ورود مجدد رو به ما خواهد داد یا خیر، یا همینجوری زرت میرسه به اونو میزنه. باید برسه به تریگین لاینمون، داره خودش میرسونه بالاتر. باید بیاد بالاتر تا ما وارد شیم. اینجاها حسش نیست وارد شیم چون اصلی کاری 50% چکر جاف هست. چه اسم اسمالیا؟ خب دوباره برگشتیم، حرکت رو داریم. دوستان برگشت به سطحمون، ما یک لات دیگه وارد میشیم. حالا اون ریسکی که من می‌خواستم وارد بشم بیشتر از این حرفا بود، نمیشه سر همون قضیه بس دلشه 4 لات وارد میشدن که حالا دو لات وارد شدن. حالا به بزرگی خودتون ببخشید. دوباره برگشت به سطحمون، پول زد، میریم تا همین بالاتر ببینیم چه خبره. کندل بسته شد، کندل 15 دقیقه جدیده که قاعدتا این کندل مشخصا پولبکی بوده. کندل بعدی نزولی خواهد بود. RSI مون هم همین حرف ما رو تایید میکنه، پولبک تایید شده یا این سطح اینگولف شده دیگه. ما تارگتمون رو خورده شده میدونیم. در حال تلاش هستش. سطح FTC این واکنش داره نشون میده، داره تلاشش رو میکنه. کندل 15 تازه وا شده. کندل H1 در حال بسته شدن هستش. خطرناکه. باید کندل چند دقیقه دیگه؟ نه 28 دقیقه دیگه بسته میشه. خطرناکه. امیدوارم که بیاد و پایین تر از این سطح رو ببینه. اگه نبینه باید ببندیم چون غالبا برگشت به سمت بالا داره. H1
کندلش یکمون هنوز جا واسه حرکت داره، 13 پپ حرکت کرده، تلو رنجش 18 تا 20، ATRش یعنی اون رنج حرکتیش، پس غالبا میتونیم بهش فرصت بدیم که این چند پپ هم حرکت کنه و تارگت ما رو بهمون بده. حالا امیدوار هستیم که اتفاق بیفته. ممکن هست همینجا یهو کندل زرد بپره بالا بره تا استاپ ما رو بزنه. شعاری نداریم که استاپ هم خوریم. خب سمت تارگت ما حرکت میکنه، داره سطح ها تست میکنه واسه حرکت، فشار میاره، ببینیم که میتونه این سطح مینوری ما رو بشکنه. سطح مینوری که انطباق داره با سطوح بالاتر، حرکات بالاتر رد میکنه، به سمت تارگتمون حرکت میکنه. چند پپ تارگت داریم در حد اسپردمون. شخصا من دیگه منتظر نمیمونم واسه اینکه چیز شده خورده اسپرد بالا پایین شه تا حسابو خارج بشیم. به نظرم عاقلانه تره، چون FTC اینجا هم ساعت مهمیه، یکیشو خارج میشیم، ریسکو کم میکنیم، استاپ لاسمون رو جا به جا میکنیم و این گونه فری ریسک میشود. بیست هفت ثانیه بوی برگشت میدهد یا بوی ریزش، بیشتر بوی ریزش میده. فری ریسک کردیم که تارگتمون خورده شد دیگه. حالا اون فشار عصبیش از همون برداشتیم، میبندیمش. پس شو بستیمش. خب تارگت خوردیم، تبریک میگم، در جفتش رو پشت میندازه. این قاعدتا به سمت پایین حرکت کرد، ولی ما تارگتی که مد نظرمون بود و بهمون داد 13 پپ تارگتمون داده شد، 11 پپ بود، 10 پپ، ما 12 پپ تو اسپرد داشتیم و قاعدتا تارگتمون همینجا بود، سطح FTC که مهم بود واسه ما. حالا خورده سر چیز که دیر وارد شده بودیم پایین‌تر صبر کردیم، حرکت کردیم، تارگتمون خورد. هفت این میشه 60 90 تا هلوش 100 تا ما داد. به مزیتمونه که هنوز منفی. انشالله تو تارگت بعدی از منفی بودن خواهیم شاید منفی 128 منفی 128 منفی هم جلو. خب دوستان عزیز همونطور که ملاحظه می‌فرمایید حرکت کرد. حالا ما ادامهش کار نداریم، میخواد تا از این ور چارت به قول باش خانم معناز از این ور بزنه بیرون شاخص بشه 4 میلیون کار نداریم. تشکر میکنم ازتون که ما رو تحمل فرمودید. تا دیدار دیگر و تریدی دیگر، خدا نگهدارتون باشه، پرپول باشید و موفق و خیراندیش. دوستتون دارم، امیدوارم که حالتون همیشه خوب باشه. خدا نگهدار.